بنابر گفته پرویز رجبی، مادها نخستین ایرانیانی بودند که به آناهیتا اجازه رویش دادند و به او چهره‌ای آیینی بخشیدند. در میان اشیاء مفرقی لرستان آثاری از آناهیتا به چشم می‌خورد، مانند نقش ایزدبانویی که در حال زایمان است. رومن گیرشمن آنها را با آناهیتا در پیوند می‌داند. پولیبیوس یونانی این پرستشگاه را در پیوند با آناهیتا و وابسته به پادشاهی هوخشتره سومین شاه ماد می‌دانست. در ستایش آن نوشته است: پرستشگاهی بزرگ و با شکوه که همه چوب‌های به کار رفته در آن از درخت سدر و سرو است. سقف آن دارای صفحه‌های بزرگ و گرانبهاست که از زر و گوهرها آکنده است. این پرستشگاه در زمان خود بزرگترین بوده است. فلاویوس آریان، مورخ یونانی، گزارشی از ویرانی و تاراج این پرستشگاه به دست اسکندر داده که با دارایی به دست آمده از این چپاول هزینه سپاهیان فراهم گشته است. ایزیدور خاراکسی، جغرافیدان یونانی می نویسد: برای آناهیتا همیشه در حکمتانه آتشی روشن بوده است. آتشکده‌ای باستانی که امروزه به نادرست تخت سلیمان نامگذاری شده است. استاد طوس فردوسی بزرگ می‌فرماید: همی تاز تا آذرآبادگان، دیار بزرگان و آزادگان. همیدون جله هرچه داری ز اسب، ببر سوی گنجور آذرگش اسب. گوشه این آتشکده در بخش خاوری پرستشگاه آناهیتا بنا شده که روباز بوده و سپس در زمان ساسانیان پوشیده می‌گردد. همچنین ایزیدور خاراکسی از دو پرستشگاه دیگر در کنار رود فرات نام میبرد که نشان از دلبستگی مردمان به ایزدبانو آناهیتا است. تاریخ نگاران بر این باورند شاهان هخامنشی دارای خشک اندیشی دینی نبودند و مردمان گوناگونی که زیر فرماندهی آنان زندگی می کردند در داشتن دین خود آزاد بودند. ساموئل نیبرگ بر این باور بود که کوروش بزرگ و داریوش شاه سیاست مدارا با مردمان شکست خورده داشتند. دین هخامنشیان با دین امروزی زرتشتی گوناگون بوده. برای نمونه از امشاسپندان نامی برده نشده و اهورامزدا در سنگ نوشته ها یگانه بغل نبوده و از دیگر ایزدان هم نام برده می شود. استرابون جغرافیدان یونانی که همدوره با میلاد مسیح است می نویسد: وقتی کوروش هخامنشی سکاها را شکست داد، روز پیروزی را به ایزدبانوی کشورش اختصاص داد و سپس هر جا پرستشگاه آناهیتا بود جشن و پایکوبی برپا می شد. گرچه فردریش ویندیشمن خاورشناس آلمانی این آیین را وابسته به پیش از کوروش بزرگ می داند. گزارش دقیقی از چگونگی ستایش آناهیتا در زمان کوروش بزرگ در دست نیست، اما بر اساس گفته‌های تاریخ نگاران برخی از شاهان هخامنشی در پاسارگاد
در ستایشگاه یک ایزدبانو که به گمان فراوان آناهیتاست با پوشیدن ردای کوروش بزرگ و انجام گرد همایی آیینی تاجگذاری می کردند. این داستان را پلوتارک تاریخدان یونانی چند سال پس از میلاد بیان می کند. محمد داندامایف ایرانشناس روس بر این باور بود که پرستش آناهیتا و مهر چنان در میان مردمان آریایی رواج داشت که داریوش شاه نمی توانست مردم را از پرستش آنها باز دارد و همه نگاه ها را به سمت اهورامزدا سوق دهد. البته به گمان نمی رسد که داریوش شاه مشکلی با پرستش ایزدبانوان داشته است، چنان که از نمادهای این ایزدان به ویژه آناهیتا در ساخت کاخهایش در ارگ پارسه یا تخت جمشید بسیار بهره برده است. ساموئل نیبرگ بر این باور بود که پس از یورش سپاه خشایارشاه به بابل و به چنگ آوردن گنجینه مردوک، ایشتار از میان برداشته شد و این بهترین زمان برای جایگزینی آناهیتا بود. این را هم یادآور شویم که در زمان اردشیر اول مردوک و دارایی‌هایش به بابل باز پس فرستاده شد. نام آناهیتا بیش از هر شاه دیگری با نام اردشیرشاه دوم، دهمین شاهنشاه امپراتوری هخامنشی فرزند داریوش دوم پیوند خورده است. شاهنشاه اردشیر به گفته پلوتارک راهی پاسارگاد شد. در آنجا پرستشگاهی وابسته به ایزدبانوی جنگ وجود داشت که میتوان گفت آتنه یا آتنا باشد. همه شاهان به آنجا می آمدند و جامه نیای خود کوروش بزرگ را بر تن می کردند. بنابر آیینی شیره انجیر، چوب درخت سرو و دوغ می خوردند. در اینجا منظور از آتنه همان آناهیتاست. سپس اردشیر دوم در پاسارگاد در پرستشگاه ناهید که تاریخنگاران گمان میبرند همان زندان سلیمان امروزی باشد تاجگذاری کرد. چنان که استیگ ویکاندر سوئدی هم بر این باور بود که این بنا برای ناهید بوده است. اردشیر شاه دلبستگی زیادی به ایزدبانو آناهیتا داشت و به گفته بروسوس تاریخنگار بابلی سده سوم پیش از میلاد برابر با 70 سال پس از اردشیر شاه، وی نخستین شاهی بود که در پهنای قلمرو خود تندیس‌هایی از ایزد آناهیتا برپا کرد. این تندیس‌ها در شهرهایی مانند سارد، دمشق، شوش، حکمتانه و پارسه گذاشته شد. بروسوس می نویسد تا زمان شاه اردشیر دوم ساخت تندیس در میان پارس‌ها رواج نداشت، چنان که هرودوت نیز گفته است که پارسیان به تندیس و پرستشگاه باور نداشتند. گرچه این گزارش هرودوت نادرست است و ما می‌دانیم که داریوش بزرگ در سنگ نوشته‌ای گزارشی از بازسازی یک پرستشگاه ویران شده به دست گئومات موق داده است. فردریش ویندیشمن خاورشناس آلمانی بر این باور بود که اردشیر دوم پرستش آناهیتا را به پارسیان آموخت و به پیروی از سرزمین‌های باختری از جمله بابل دست به ساخت تندیس زد. برخی دیگر از دانشمندان پا را فراتر نهاده و نوشته‌اند که آناهیتا در زمان اردشیر دوم در جرگه ایزدان قرار گرفت و پرستیده شد و پیش از آن نامی از آناهیتا وجود نداشت. کسانی مانند فردریش اشپیگل آلمانی و امیل بنونیست فرانسوی.
گرچه ما می‌دانیم که آبان یشت دیرینگی بسیار پیشتر از اردشیر دوم دارد و این گزارش نمی‌تواند درست باشد. اما به راستی نخستین شاهی که در سنگ نوشته ها از آناهیتا نام برده است اردشیر دوم است. او همچنین برای نخستین بار قائل به سگانگی ایزدان شد و آناهیتا و مهر را در کنار اهورامزدا نهاد که در گونه خود یک ساختار شکنی بود. چارلز زنر پژوهشگر انگلیسی بر این باور بود که این تثلیث یا سگانگی و آوردن نام آناهیتا و مهر در کنار اهورامزدا به راستی تیزهوشی اردشیر شاه را میرساند. مری بویس و رومن گیرشمن بر این باور بودند که برای یک پارچه کردن قلمرو و همانا به دنبال باور و فرهنگ توده مردم که دلبستگی بسیار زیادی به آناهیتا و مهر داشتند، شاه نام آنان را در سنگ نوشته تراشید، چنان که یونانیان به اردشیر لقب منمون یعنی با حافظه و باهوش داده بودند. شروین وکیلی بر این باور است که یکی از دلایلی که اردشیر دوم به آناهیتا دلبستگی داشت پریزاد یا پروشات مادر او بود که مادر پریزاد آندریا بانویی زاده بابل بود و بابلیان به ستایش ایشتار بسیار دلبستگی داشتند و این دلبستگی به ایزد آب توسط پریزاد به پسرش اردشیر دوم رسیده بود. این کاخ را به خواست اهورامزدا، آناهیتا و مهر بنا کردم. باشد که اهورامزدا، آناهیتا و مهر مرا از هر بدی بپایند و این را که ساختم ویران نکنند و از آسیب نگاه دارند. باشد که اهورامزدا، آناهیتا و مهر من و ساخته مرا از هر آسیب بپایند. پلوتارک می نویسد وقتی آتوسا همسر اردشیر دوم بیمار شد، اردشیر نزد ایزدبانویی نیایش کرد و سپس از خانواده و خویشان درخواست کرد که آنها نیز چنین کنند و پیشکش‌هایی به ایزدبانو بدهند. سپس پرستشگاه آناهیتا سرشار از زر و سیم گردید به اندازه‌ای که راه گذر دشوار شد. این فکت‌های تاریخی همگی نشان از جایگاه بالای ایزدبانو نزد اردشیر دوم دارد، گرچه پس از درگذشت او در 77 سالگی دیگر هیچ کدام از شاهان هخامنشی نامی از آناهیتا در هیچ سنگ نوشته‌ای نیاوردند. گویی با درگذشت اردشیر دوم دوران طلایی ایزدبانو آناهیتا هم برای کوتاه هنگامی به پایان رسیده بود. کعبه زرتشت که نام امروزی بنای رازدار چهارگوش از سنگ آهک در نقش رستم است، در زمان ساسانیان به بنخانک یا خانه بنیادین آوازه داشته است. کاربری این بنا هنوز هم ناشناخته است. تنها گمانهایی از سوی دانشمندان بیان شده که از میان آنها استیگ ویکاندر، ایرانشناس سوئدی و چند تن دیگر
بر این باور بودند که این بنا و بنای همانند با کعبه زرتشت که در پاسارگاد است و امروزه زندان سلیمان نامیده می شود پرستشگاه آناهیتا بودند. چرایی این گمان هم نقش‌هایی همسان با این بنا بر سکه های اشکانی است که پرستشگاه آناهیتا بودند. ویکاندر باور داشت که کعبه زرتشت و زندان سلیمان پیشکشی به آناهیتا بوده است. چنان که پلوتارک هم میگوید پرستشگاهی وابسته به ایزدبانوی جنگ که به گمان فراوان آتنه بوده در آنجا شاهان هخامنشی تاجگذاری می‌کردند و این را هم می‌دانیم که منظور از آتنه خدای جنگ آنها به گمان بسیار آناهیتا است که در باور مردم ایزد جنگ هم بوده است. این گفته پلوتارک هم کمی این باور را که کعبه زرتشت و زندان سلیمان پرستشگاه آناهیتا بودند افزایش می‌دهد. گرچه امروزه نزد پژوهشگران این پنداره در برابر دیگر پنداره ها قوت چندانی ندارد. رومن گیرشمن و فردریش اشمیت باستانشناس آلمانی هم بر آتشگاه بودن کعبه زرتشت، زندان سلیمان و بنای دیگری شبیه به این دو بنا در شوش باور داشتند که در آنها مغان آتش مقدس را نگهبانی می‌کردند و آیین دینی را در محیط باز برپا می‌کردند. به باور گیرشمن سه بنای نقش رستم، پاسارگاد و شوش به سگانگی یا تثلیث اهورامزدا، آناهیتا و میترا وابستگی داشته است. نمونه این بناها سپس در زمان ساسانیان هم بنا شد که یکی از آنها آتشکده‌ای در نورآباد فارس است. همچنین او به پیوند آتش با آناهیتا یا به بیانی آب و آتش بسیار باور داشت، چنان که برخی دیگر از تاریخدانان هم تقدس آتش را وابسته به این ایزدبانو دانستند. این پرستشگاه را برجسته ترین پرستشگاه آناهیتا در این دوره می دانند. جایی که ساسان نیای اردشیر پاپکان در آنجا موبد بوده است. این پرستشگاه به دست اردشیر دوم بنا شد و پروفسور هرتزفلد آن را از بزرگترین و برجسته ترین پرستشگاه ها می دانست. همچنین پافسانیاس مقدونی در گذر از لیدیه و سارد در غرب آناتولی کنونی پرستشگاه‌های گوناگون در شهرهای گوناگون که به دست کوروش کوچک برادر اردشیر دوم بنا شده را گزارش کرده و گزارشی بر آیین‌های آنها نوشته است. اشکانیان در آغاز امپراتوری خود برای برخورد با فرهنگ سلوکی و نشان دادن اینکه وارثان راستین هخامنشیان هستند، از آیین‌های باستانی بسیار پشتیبانی می‌کردند. رومن گیرشمن بر این باور بود که سگانگی یا تثلیث اهورامزدا، آناهیتا و مهر که در زمان هخامنشیان به ویژه اردشیر دوم پرستش میشد، در زمان اشکانیان نیز به همین شیوه دنبال میشد. افزون بر این او بیان می کند که به خاطر تندیس‌های بسیار از زمان اردشیر دوم و نامی که از آناهیتا به جای ماند، همگی اینها بر اشکانیان کارساز بوده و آناهیتا ایزد جایگاه نخست بلکه بالاتر از اهورامزدا و مهر
به شمار می رفت. او حتی پا را فراتر نهاد و بیان کرد که تمامی پرستشگاه های اشکانیان از آن آناهیتا بوده است. برخی از شاهان اشکانی به آیین پیشین در پرستشگاه آناهیتا تاجگذاری می کردند. یکی از آنها تیرداد یکم دومین شاه اشکانی بود. جایگاه آب و آناهیتا چنان نزد اشکانیان ارزشمند بود که بنابر گفته های تاسیتوس تاریخ نگار رومی، هنگامی که تیرداد اشکانی نخستین شاه دودمان اشکانی ارمنستان، برادر بلاش یکم 22مین شاه اشکانی به سوی روم روانه می شد تا تاج پادشاهی را از نرون دریافت کند، از پیمایش دریایی پرهیز کرد تا مبادا آب آلوده گردد. استرابون تاریخ نگار و جغرافیدان یونانی نوشته است که از سکه های سده اول میلادی در حکمتانه چنین برمی آید که ناهید برترین جایگاه را نزد اشکانیان داشته است. همچنین در این هنگام آیین مهرپرستی به تندی در حال گسترش در غرب بود. به گفته تاریخ نگاران، سلوکیان نگاه ویژه‌ای به آناهیتا داشتند و از جایگاه آناهیتا بهره سیاسی و اقتصادی می بردند. به نقل از گیرشمن، شاهان سلوکی خود را همسر آناهیتا می دانستند و در هنگامی که با کمبود بودجه روبرو می شدند، از پرستشگاه‌های سرشار از دارایی آناهیتا درخواست جهیزیه می کردند و گرفتاری مالی خود را سامان می دادند. برای نمونه آنتیوخوس چهارم سودای پیوند زناشویی معنوی با آناهیتا برای جلب نظر پرستندگان و برای ربایش گنجینه پرستشگاه‌های او و به دست آوردن مشروعیت پادشاهی در ایران را داشته است. گیرشمن بر این باور بود که پرستشگاه با شکوه کنگاور وابسته به دوران سلوکی بود که 200 سال پیش از میلاد بنا شده بود. پیشتر درباره این پرستشگاه گزارش دادیم. همچنان در این دوره نیز با ارزش و پررونق بود. این پرستشگاه به دست اسکندر مقدونی و سپس آنتیوخوس سوم، 6مین شاه سلوکی، به تاراج رفت. گرچه به بهانه همین دزدی‌ها مورد خشم مردم قرار گرفت و سرانجام به دست مردم شوش کشته شد. این پرستشگاه هم از پیش بنا شده بود و اشکانیان همچنان با همان کاربری از آن بهره می بردند و ایزدبانوی خود را پرستش می کردند. این آتشگاه نیز همچنان مانند دوران پیشین به ارزش خود پابرجا مانده بود که پرستشگاه آناهیتا در گوشه‌ای از آن قرار داشت. یکی از باشکوه ترین پرستشگاه هایی که پروفسور ارنست هرتزفلد، باستانشناس آلمانی که از نخستین کاوشگران تخت جمشید بود، این پرستشگاه را بنا شده در دوران اشکانی می‌دانست، برخلاف گیرشمن که آن را وابسته به دوران سلوکی می‌دانست. ایزیدروس، جغرافیدان یونانی، در سال 37 میلادی گزارشی از شکوه پرستشگاه کنگاور بیان کرده است.
به گفته پولینیوس رومی که در سال 79 میلادی زندگی می کرد، پرستشگاه ناهید در شوش دارای تندیسی بزرگ و زرین بود که به دست آنتونیوس در هنگام درگیری‌هایش با اشک 15 یا فرهاد 5 به تاراج رفت.